برایم بهترین مردی پدرجان، و صد مهرم بو پروردی پدرجان. السلام علیکم بیننده های عزیزی ما. سلام میرسانیم. امروز ما آمدیم در محله سفیدی هستیم برای تبریک کردن امروز صاحب جشن رستم امک که جشن زادروز دارند. از نام فرزندان عزیزشان تبریک میکنم، از نام خواهران نازنینشان که در مسافرت هستند. و البته همراه شما با هم میبینید. شما تیار باشید، اگر ما آغاز کردیم رفتیم. السلام علیکم مهمانان عزیز، دوستان، امامجان‌ها، پدران عزیز. من امروز در این خانواده زیبا، در این محله بسیار هم پرشکوه سمرقند، امامجان عزیزی ما زادروز دارند، رستم امک. یک کنسرت میزنیم و نظام تکلیف میکنیم. مرحبا، بید خوشیم آمد. بید خوشیم آمد. السلام علیکم. نزد شما زادروز مبارک، روز خرسندی را، روز تولد را، میلاد عمر را مبارک باد میگویم. امروز چند ساله شدیم؟ 16 و نیم یا 15 می؟ 14 مال یاش جوان. بگذارم هم خیلی جوان و زیبا شده گردید. مطلبانم باید شما هم پیش شما. امروز خرسندی بود از خانواده‌تان و البته نظیر و ایتیلا یک پشت رو به سنه تکلیف میکردیم. یادی رستم امک به نزدیکتر شده ایستن؟ نیستن؟ دیگر دولت با؟ خیر نباشد مهمانان. حاضر رستم امک امروز شما تبریک میکنیم از نام فرزندان عزیز. چقدر که یک مهربانترین انسان ها بودیم فرزندانتان. چند روز تو باز تیاری دیسیم زادروزی دادا جانم هم از زیر خیلی گذارانیم. ما شما باور میکنیم، ما پدرم های نظم میبینیم، دادا جانم نظم میبینیم، حرمت میکنیم، رحمت گویید. چون که ما با همه شرط و شرایط های زیبای مهیا کردیم. رحمت گویید، نظم میبینیم شما تا دنیا باشد. پدرم هم تو بینید اگر چهرهشان و هیچ غم نیست، چون که دسترشان مادرشان هستند. آنجوری دعاگوی ما هستند که همیشه سایبان سر خانه ما هستند. پدرم برساند که پدر در تشنگی دریا، پدر در تنگی ها دنیا، پدر دارو، پدر درمان، پدر روشنگری دلها. پدر هم مشکل آسان است، پدر هم مرهم جان است. اگر خرسند کند ما را همان دم چهره خندان است. پدر باشد نباشد غم، نباشد مشکلات هر دم. پدر نیروی فرزند و پدر یک عالمی بی‌غم. پدر رهبان انسان است، چو شمع تا روز فروزان است. دلافروزی ترنم ها پدر جان است، پدر جان است. پدر عزیزمان، ما از خوردی ما رو با یک مهنتی حلالشان کلام کردن، از هیچ کس کم نکردن. یکان چیز پرسیم اگر دادا جان ما برای ما همون چیز مهیا میکردن تا حالی خاطر ما هست. ما خورد بودیم، بگاهی بود، شبی تاریک بود، چیزی گفتیم پدر ما برای ما مهیا کردن و یافته آوردن. رحمت گیر تا دنیا باشد خرسند. از نام ما، البته از نام داستان جان، ندیم بانا، انیس بانا، نوروز جان شما تبریک میکنیم. از نام خواهرانتان که در مسافرت هستند، استادایتی، گلنازایتی، شهنازایتی و البته از نام نظیرایتی شما تبریک میکنیم. امروز زادروزتان مبارک. مطلبانه یک تک شرکت تبریک میکنیم. مرحبا. السلام علیکم مهمانای عزیز. خوش آمدید. من این دکتر امروز بچه بده زادروز تبریک میکنم. چیزی نیازش نرسم بچه کش کلان شد خانه دار کنن جای دار کنن چی نیازش برسم شما دکتر شما دکتر رحمت مطلبانه امروز روزی خرسندی مبارک. بعد شما هستید که رستم امک ببینید برایشان باعث خیلی غم و اندوهشان نیست، چرا که سرشان با شما برای دعاگویشان هست. همیشه سر و برای فرزندانش تا دعاگویش نگردید. رستم امک من در اینجا جوره های نزدیکان هستم. کلاسکامشان کدامشان؟ که جیل زنم تبریک باد. شهرخانشان کدامشان؟ نامدام بید نامشان بهروزکن. بهروزکن از آن خدا ما بهروزکن بید که نیستن. مرحبا امروز بید بیا ما یک جای گپ میزنیم. بید بهروزکن مرحبا. امروز روزی خرسندی است. مهمانان یک تا سخنهایشان رو میشنویم و ماشاءالله. مرحبا. السلام علیکم. اولا موری و دوستان که تشریف نموده برای رستم که همچنین همه خوشبخت رو در با شما
سال لرم صد بدراندا همه زدین یارو دوستاشون بسیارترشون دروازه نیکو دروازه ویشون و بسیارتر ستار دوستار مونده دوستار شده همین انسان را تبریک و تحسینات رو گذاشتیم بکار نمگن که دوست اگر غمگین باشد مثل این غمگار باشد دوست اگر بیمار باشد دل مثل دلبردار باشد دوست اگر در طرف زندگی باشد مون این صاحب باشه سر فرزندان تو سر دو خواهران تو سر مادرات تو این نگی حیات زندگی همین در باشه تشکر می‌کنم یعنی قرصک شما رحمت سلامت باشم البته من در اینجا رستم اکا فرزندان برای شما پدرکه تیار کردیم تحفه های ارزنده و زیبنده برای از همه در روی دنیا پدر عزیز و زور در جان ما من تلفن زور تقدیم می‌سازم مرحبا پدرکه را قبول کنید با یک قرصک بزنید مرحبا مبارک باشید حاضر رستم اکا همراهی مطلبانه همراهی فرزندان داستان جان ندیمه انیسه نوروز جان یک جای پیش داده جان ما نزدیکتر میستیم شیرینی تورتمو بریم بعد میرقصیم خورسندی بکنیم مرحبا بیارید شیرینی پیششان با بیارید همینجا بیاریدشم میگرانیم بعد کارت ها تیار می Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. زادروز مبارک Happy birthday to you. مبارک باشد Happy birthday. مرحبا رستم اکا بگیریم همراهی مادر جان فرزندان یک جای میبریم مطلبانه نزدیکتر مبارک باشد دارتان شما فرزندان دارتان دست داره جانشان مبارک باشد براو تشکر میگیم Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. مبارک باشد حاضر رستم اکا من باید دخترچه نازنینتان امید بانو شما تبریک میکنم مرحبا Happy birthday, happy birthday. جان تبریک میکنم سفره جان تمام میده رحمت البته ریحان بانو به شما هم نزدیکتر تبریک میکنم تا با جان صد بعد در الهیم خوشحال پیدا شده مبارک باشد رستم اکا حاضر من در اینجا دوستان گفتن که ما رقصش که اسکات ببینیم تبریک نمایم ببینیم یک جایی اینجا به همینجا بگویم باید طرف می رقصیم سرودای شیخ میمانیم یک جای همراهی شما یکی نمیشنیم مرحبا سرودای شیخ برای شما
چشمم روی شده درد و دوای چشمم جان که بینم رهای اشکم تو بودی سرد و گرمای جان ای یار بیا دلدار بیا دلم رو بودی کو یار بیا ای یار بیا دلدار بیا دلم رو بودی کو یار بیا
مردی پدرجان و صد مهرم بپروردی پدرجان. من بیننده های عزیز ما امروز پدر خاندان را رستمکه را با زادروزشان تبریک کردیم. از نام فرزندان عزیزشان، از نام داستان جان، ندیم آی، انیس آی، نوروز جان، امید بانو، از نام البته خواهران عزیزشان، استادایتی، گلنازایتی، شهرنازایتی و البته آیلهشان نظیرایتی تبریک کرده. آن لحظه های خرسندی رو همراه شما عزیزان با هم دیدیم. مانندی هر روزه، هر وقت که با ما هستید، با ما باشید، با ما خدا احتیاط. زنگی دلی من میبرد شباده باغ پدر، زنگی دلی من میبرد شباده باغ پدر، اجاز بخشد خامرا سمین باران سر، اجاز بخشد خامرا سمین باران سر، زنگی دلی من میبرد شباده باغ پدر، زنگی دلی من میبرد شباده باغ پدر، اجاز بخشد خامرا سمین باران سر، اجاز بخشد خامرا سمین باران سر. لالاگی باران ده بر طفلتا خواب آورد، لالاگی باران ده بر طفلتا خواب آورد، باغی غریب گلفشان پیغام مهتاب آورد، باغی غریب گلفشان پیغام مهتاب آورد، زنگ دل من میبرد شباده باغ پدر، زنگ دل من میبرد شباده باغ پدر، اجاز بخشد خامرا سمین باران سر، اجاز بخشد